هلو گایز بچه ها چطورین؟ اولی ویدیو چرن و که من تو رگباری بشه دیگه ناموسن. بچه ها نها کنین، بخوایم با این گانه است، کلته لجند است، اونو میخوایم براتون امتحان کنیم. لطفا بچه ها حمایت بشم که با قدرت براتون ادامه بدم. و بچه ها من کل دلخوشیم این بازی که میکنم و فیلمی که برای شما میذارم و دوست دارم که بازیم دیده بشه و اگه خوب بازی کردم که حمایت بشم. بچه ممنون از شما. میریم سراغ ویدیو. خب بچه ها این کلته خیلی کاربردیه به نظر من که عالیه. این کلته ریجستری از دور عالی، ریجستری از نزدیک عالی. بعد بچه ها این کلته هم خیلی کاربردی هم هست، تک به تک ها میتونین برین نگاه کنین. کلن هدشو بزنین یکی، به هر جا دیگه بزنین دوتا. نگاه کنین بچه ها این کلته دمنج بالا و ریجستری عالی. نگاه کنین این انمی مثلا انمی دید چیتر میشید دیگه، بگین گل کرما شازانه نای آیزانن به درد بانه. نگاه کنید این کلته بسیار چیزه خوشتیپ، نگاه بهش میگم خوشتیپ، والا به قول این سلام اون کلته خیلی باحاله به نظر من و عالی. اصلا کلته هیچی براتون نگم دیگه. بعد این کلته دمنج هدش فکر کنم 300 باشه، اون روز دیدم فکر کنم 300 باشه هدش و فکر کنم پوینتن هم هست 120 فکر کنم. حالا برای چیز بالاتر و کوتاه ویدیو براتون گذاشتم توی کانال، لطفا حمایت بشه دیگه، جنگی ادامه بدیم دیگه. بچه ها نگاه کنید، من بیشتر با اشتیار یا کلت میزنم. این کلته با این که کلته لژندری، بعد بیشتری هم میگن لژندری، بعد بیشتری هم میگن لژندری نیست، برای اینکه شبیه قدرت هاست لژندش کردم برای اینکه بهتر بشه. فهمیدین بچه ها؟ بعد نگاه کنید کلته، نگاه کنید تک به تک ها رو عالی میره، مثلا اینجا ویدیو تک به تک ها رو عالی میره. نگاه کنید اینجا بعد تازه یه چیزی بعدش هم از توی دیوار، اگه نمی پشت دیوار باشه از پشت دیوار هم میتونیم بزنیم. کلا خیلی کاربردیه به نظر من و عالیه. با این کلاس مکانیک هم که عالی میشه. مثلا اینجا یک نمونه مثلا تک به تک با کلت انمی اچس من کلت. نگاه کنید بچه‌ها اینجا که با مکانیک عالی میشه. اینجا رو حتما با مکانیک بزنید به نظر من. بعد انمی اگه خیلی بد قلق باشه ممکن است از دستتون در بره. اینم بگم که نو اسکوپ اصلا نمیخوره، نو اسکوپش خیلی خرابه. اسکوپ بگیریم به نظر من بهتر میشه. بعد بچه بعضی ها هستن ما همین کلته فست اسکوپ میزنن، فست اسکوپ هم میتونیم بزنیم بچه. شات ورشی من تا حالا باش زدم ولی ویدیو نتونستم بگیرم، شرمنده دیگه به خاطر این کم کاری ها. اینجا یک نمونه مثلا نگاه کنید، ما بدون این میزدم نمیگیره. بعد با انمی رو با کلته با اسکوپ کلت زدم و میدیم بچه این کلته به نظر بچه این گان برقی هم عالیه، گان برقی هستش، اینم عالیه. میخوام یه ویدیو هم در مورد این بسازم، ببینیم امتحانش کنیم ببینیم چه جوریه. نگاه بچه اینجا انمی حواسش نیست و با 2 ضربه کلت میمیره دیگه. کلته یا یکیه یا دوتا. نگاه کنید اینجا. بچه ها ممنونم که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین و وقت ویدیو کمه دیگه، دستتونم درد نکنه تا اینجا من نگاه کردین. مرسی، خدا حافظ.